همون ترس شاید از دل ما و شما دور شود. شیخ سعدی در بستانش میگه یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، کنان آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. پدر میگه بچه‌اش میگه برداشت دوستداری میکرد، بوسابوسی میکرد. بچه‌اش میگه دیگه الهامش آمد یکی خندید. پدر میگه دندانهای فرزند که دید یک باره مردکی ترسانچک بده است، مردکی بی غیرت بده است، مردکی که بیچاره رزق روزی را جانب خدا کی نمیدونست است. دندانهای بچه شکیدید میگه ترس فراش گرفت، کنان آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. این بچه ما صاحب دندان شده، یک پگا نان میگه اینا ما از کجا نان تأمین کنم؟ ولی بسیار ما برادرها لاف میزنیم من نباشم اگر خدا میدانه یگان تای تو زنده نمیمونیم. یا همه برادرای عزیز اینها همه یک سخنهای بیهوده، یک سخنهایی که از روی بگیم کبر و جهل جاهلی ما هست. الله میگه من میدانم که رزق شما در کجاست و از کجا به جای شما میآید، من ایرا میدانم و کنترل این الله میگه در دست من است. عبدالقادر بیدل میگه رزق را روزی رسان پر میدهد، بی مگس هرگز نماند عنکبوت. اما خانه‌های تارتنک‌ها را دیدین؟ از همینجا پشه میگه خدا رزق او را میگه پرش میته، پریده میرود، تارتنک اونجا دا میخورش. تارتنک قوت کپیدن پشه ندارد، لیکن خداوند همون را نویسانده تو طعمه یا نمو تارتنکی همون جمعی را تارتنک میخورش. این مردک بیچاره ترس فراش گرفت، این را از کجا من نان میتونم؟ چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت. اگه دیگه شاید که بیچاره شرم که البته بیرون دخه همسایه را بگم، شاید یگان همسایه صاحب عقیده باشه و او آدم رزق خدا بینه که مرا مقصد مسخرم نکنه. بیای همه در خوب همی آدم نزدیک، همی خانومی خدمت، اویله خدمت، همی را بگم که چی میگه؟ چو گفت بیچاره این سخن نزد جفت، نگر زن او را چو مردانه گفت. شیخ سعدی میگه الحمدلله که اگر این مردک دل گرده هم که نداشته باشد، این مردک بی غیرت هم که باشد، این خیل شیرزنا هم وجود دارد. نگر میگه زن او را چو مردانه گفت. چیش گفت؟ وقتی گفت زنک این بچه‌اک مصاحب دندان شده، مقصد باید نامخوری دیگه زیاد شده، این چه میکرده باشه؟ الحمدلله رب العالمین. زنبین مخور حول ابلیس تا جان دهد. مردک گفت این ترسی که طرف فرا گرفتگی اینا وسواس شیطانی میگن. مخور حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. همون ذاتی که ایرا دندان شداده او الکی رزق روزی را معین کرده است. تواناست آن خداوند روز که روزی رساند، تو چندین مسوز. اینا مردود های اون ذات میگه من توانایم، من استوارم، هیچ قدرت و قوت به من رسیده نمیتواند. تو این قنسوز، تو این غمگین نشه. خدا میگه من خودم تأمینش میکنم. نگارنده کودک اندر شکم، نویسنده عمر و روزی هم. مردک تو عالی گفت فقط همی یک دندانای همی را دیدی، تو این پروردگاره که این صورت فرزند تر در بطن من کشید، در اینجا ایرت صورت سازی کرد، در همین داخل نویسنده عمر و روزی هم هست، عمرش هم معین کرده است. این خداوند همیشه خداوندی تواناست. تو چی قدر میسوزی؟ تو چی قدر فکر میکنی؟ من برادر عزیز اکو هر آدم هر خیل است. من وقتی هم بالای کتاب میشینم
با کتاب انیسی کنج تنهایی کتاب است. وقتی با کتاب سر کار میگیرم در ذهنم هر چیزای خواندگی پیشتر یا هر خیل سخنهای در ذهنم دور میگردد، مثل که در زن همین مردک من قائل شدم. گفتم ببین در هر خانه اگر همخیلی شیرزن باشه، بعضی همین مردکایی که عقیده مستحکم ندارن، همون رزق ای کیسه خودش میبینه یا طعنه میزنه خانواده را که اولی مایم در ایجوایی و خدا میدانه شما چی میشین. همین که شیرزنا اگر باشن برادرای عزیز، انشاءالله جامعه ما چی جامعه زیبا شود. میدونی خانواده ما چی خانواده زیبا و خوب شود. از الله مهربان ما همیشه دعا گوییم که خداوند این خیل شیر زنها را در این جامعه ما زیاد کنه، این خیل زنهای با غیرت زیاد کنه. اسماء دختر ابوبکر صدیق بود، حضرت اسماء. از ما یک کم ترک از همین زنهای شیرزن برای شما یک ده حکایه بیارم. حضرت اسماء دختر ابوبکر صدیق بود. وقتی میگه عمرش به 80 رسید، مادر عایشه دیگر مادر بود. عایشه هم دختری حضرت ابوبکر صدیق مادر ماند، زن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. اسماء را مادرش دیگر بود. این اسلام که نه آورد، حضرت ابوبکر طلاق شد. وقتی همین اسماء خودش بسیار زنی خادمه و خدمتکار بود، دختر ابوبکر صدیق بود. میگه وقتی عمرش به 80 رسید، در نسبت حجاج که رهبری بگه مسلمان ها بود ولی بسیار فاسق بود، ظالم کی بود، بچه اسماء عبدالله ابن زبیر بود. اطاعتش نکرد، گفت یک آدمی فاسقه. گفت میره چی اطاعت کنم؟ وقتی که این سخن به گوش حجاج رسید، مرد خیر رهبر کلانه، خب این کی است مقصد مرا اطاعت نمیکنه؟ تشکیل کرد در مقابلش جنگید. عبدالله ابن زبیر بچه حضرت اسماء را به قتل رسانید و در بند کشید. بلند، همین خیلی بلندی داود، آویزانش کرد. در مکه 3 روز عبدالله ابن زبیر همین آویزانه. حجاج که منتظره که کی اسماء میآیه و میگه ای حجاج، مقصد بسیار بخشش زیاد از تن فرزندمون، همین بچه‌ک ما مقصد پایان کو بگیرم. فکر کرد که این اسماء همین خلای چی میدانه که این هم یک شیرزنه. طاقتش تاقش دیگه حجاج دید که اسماء نمیآیه، بس راقی بچهش نمیاد. بعد به نزدش آمد گفت ای اسماء، درک داری؟ ما با فرزندی تو چی معامله کردیم؟ میدانی؟ گفت 3 روزه بچت آویزانه. گفت من درک دارم که شما گفت فقط دنیای او را تباه کردین، ولی حجاج یقین بدان که او آخرتی تو را تباه کرده بود. برادر عزیز، این سخنی هست میگه در تاریخ که در حالت از زمان اسماء میبراید که درون او پر مهر فرزند بود. وقتی میگه این سخن حجاج گفت، حجاج دیگر مقصد گپش نیفت که در عوض این مادر چی بگه، یعنی نه زاره است، نه تولا است، نه خواهش است. این خیل برادرای عزیز، ببین شیرزن کی بود، مثل عبدالله ابن زبیر ولی فرزند به دنیا آورد. این دامن این خیل مادرها با بسیار نقش کلان میبازد. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، زن ببین که صاحب مردک خانه را مخر حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. تو چی جای ترس داری؟ گفت همون که خودش دندان شداد، همون خودش نان شمیته. گفت برادرای عزیز، خداوند بسیار ذاتی مهربانه.